ایران ما روزگار پرتلاطمی رو پشت سر میذاره. دوست و دشمن به چشم میبینن که سرزمین ما آبستن تحولات جدیده و دیر یا زود تغییری عظیم رخ خواهد داد. قرنی که گذشت قرن آرزوی محقق نشده مردم ایران بود. قرن ناکامی آزادی. قرنی که تمام سالهای اون با حاکمیت 4 دیکتاتور بر ایران سپری شد. حالا مردم ایران با آرزوی قرن گذشته به قرن جدید پا گذاشتن و قصد دارن به اون آرمان محقق نشده به هر قیمت جامعه عمل بپوشونن. فلاشبک نگاهی است به گذشته برای درس‌آموزی و تجربه اندوزی. میخوایم در سفری 100 ساله با بردار آزادی خواهی مردم ایران همراه بشیم و روی لحظه ها و موقعیت های انقلابی مکث کنیم. بریم به سال 1285 هجری شمسی، به سال شادکامی مردم ایران از پیروزی انقلاب مشروطه. یه لحظه خودتون رو به جای مردم اون سالها بگذارید. مردم فقیر و ستمزده‌ای که بعد از قرنها صاحب مجلس و عدالتخانه شده بودند. مردمی که احساس می‌کردن خودشون رو پیدا کردن. مردمی که برای اولین بار در حاکمیت بر سرنوشت خودشون سهیم شده بودند. این صدای توپباران مجلس بود. محمدعلی شاه در تیر 1287 مجلس رو به توپ بست و ایران وارد دوران استبداد صغیر شد. وقتی سراسر ایران در شوک ناشی از این ضربه فرو رفت، ستارخان در محله امیرخیز تبریز به پا خاست و آتش انقلاب رو دوباره فروزان کرد. 1 سال بعد نیروهای مشروطه خواه از اصفهان و رشت راهی تهران شدند و با فتح تهران مشروطه دوم و دوره دوم مجلس آغاز شد. بهار مجلس دوم هم زود گذر بود و 2 سال بعد، یعنی در سال 1290، قوای روسیه تزاری به جان جوانی انقلاب مشروطه افتادند و با کشتار انقلابیون مشروطه خواه در آذربایجان و گیلان همه امیدها رو ناامید کردند. مجلس تعطیل شد و انقلاب مشروطه در خون فرزندانش فرو رفت. جوان مرگ شد. طولی نکشید که طوفان جنگ جهانی اول بر روی ویرانه‌های انقلاب مشروطه وزیدن گرفت و از سال 1293 تا 1297 جهان در آتش جنگی ویرانگر سوخت. این جناب مصطفی الممالک که در اون مقطع زمانی نخست وزیر ایران بود، به همه طرف حساب‌ها گفت که ایران نقشی در جنگ نداره و بی‌طرفه. اما جنگ کاری به این حرفها نداره و وقتی گر بگیره چیزی جلودارش نیست. آتش جنگ جهانی اول هم گر گرفت و روسیه و انگلیس و عثمانی و آلمان ایران رو اشغال کردند. درست در همون بحبوحه یه اتفاق بزرگ دیگه هم در مرزهای شمالی ایران رخ داد. بله، درست حدس زدید. انقلاب اکتبر در روسیه به پیروزی رسید و امپراتوری تزار روسیه سقوط کرد. حالا شاید سوالتون بشه که اون رخداد عظیم چه ربطی به ایران داشت؟ ربطش این بود که دولت جدید شوروی به رهبری لنین نیروی قزاق رو از شمال ایران فراخواند و تمام امتیازها و قراردادهای محرمانه بین دولت تزاری و ایران رو یک جانبه لغو کرد. این یعنی چی؟ یعنی خلأ. انگلیس که دید فرصت مناسبی فراهم شده، معطل نکرد و قبل از اینکه آخرین سربازان روس ایران رو ترک کنن، به مناطق شمالی حمله کرد. به این ترتیب خلأ به وجود اومده توسط انگلیس پر شد. بعد هم پروژه استعماری انگلیس با ورود این چهره به صحنه تکمیل شد. انگلیسی ها وثوق الدوله رو نخست وزیر کردند تا از طریق اون قرارداد ننگین 1919 رو منعقد کنند. حالا قرارداد 1919 چی بود؟ هیچی. یه قرارداد بود که ایران رو عملاً تحت حمایت انگلیس قرار میداد. مثلا یکی از موادش این بود که مستشاران مالی و نظامی انگلستان میتونستن وارد ایران بشن و مدیریت و برنامه ریزی اقتصاد ایران رو به عهده بگیرن. قوای مسلح هم در یک ارتش واحد ادغام میشدن تا آماده سرکوب هر نیروی مخالفی بشن. مردم ایران به این قرارداد اعتراض کردند و نتیجه این شد که قرارداد شکست خورد و دولت وثوق الدوله هم سقوط کرد. به نظر شما
سقوط دولت وثوق‌الدوله و شکست قرارداد 1919 انگلیسی ها رو به چه نتیجه‌ای رسوند؟ باعث شد عقب نشینی کنن و بیخیال ایران بشن یا نقشه جدیدی کشیدن؟ در شماره بعدی فلاشبک به پاسخ این سوال خواهیم پرداخت. ما تو این برنامه اولا به طور خلاصه به سرنوشت انقلاب مشروطه پرداختیم، بعد تحولات بعد از مشروطه یعنی جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر رو مرور کردیم و در ادامه از تشدید دخالت‌های انگلیس در ایران و شکست قرارداد 1919 گفتیم. در شماره بعدی از طرح جدید انگلیسی‌ها برای شکلگیری قدرت متمرکز و نیرومند در ایران میگیم و بعد هم به رضاخان و زمینه‌های شکلگیری سلطنت پهلوی میپردازیم. تا فلشبک بعدی، خدا نگهدار.